به همه تماشابینان خوش آمدین به کانال ارزنده. امروز خیریت که من با پیشبندک هستم. فصل زمستان است، بیرون از حد هوا خنک برف زده ایستاده است و فکرم هر که ما میخواهیم که یگان چیزی بامزه تیار کنیم و در خانه گرمک شینیم. امروز من میخوام برای همه شما یک نمود تورت بسیار آسان و بامزه را تیار کنم. محصولات برای تورت ما به ما لازم است: سمیتانه 20%، 500 گرم باشد و دو تا تورک 9% که هر یک تورک 200 گرمی میباشد و به ما همین نمود پیچنی ها لازم است، پیچنی های خشک و اکنون ما سمیتانه و تورک را آمیخته میکنیم. اگر که شما خواهید باز شیرین‌تر میتوانید یک قاشق دیگر شکر اندازید. من نه شکر نه وانیلی میاندازم برای که خود پیچنی ها خوشبو هستند و شیرین میباشند. و برای ما یگان لعلی یا که همین نمود پدناس لازم است که تا که پیچنی های خود را چینیم. و اکنون قبطهایش را کمی بسیارتر میمالیم که تا که تورت ما خشک نبیاید. تماشابینان گرامی، تورت را تیار کردیم. اکنون باید که 3 یا که 4 ساعت در یک جای خنکی ایستد. خوبتر است شب تا صبح تا که پورا تیار شود. شما نیز حتما برای نزدیکان خود این نمود تورت را تیار کنید. با همه شما اشتهای صاف، دل صاف، صحت و سلامتی خورسندی خواهانم. خیر تا دیدار آینده در پناه خدا باشه.